الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه تماس با شما عزیزان. دوستان نوشتن تماس با فلانی، اما تماس با شما عزیزان هست و می توانید در این برنامه انتقادات، پیشنهادات، نظراتتون و صحبت هایی که دارید یا شبهاتی که دارید انشاءالله مطرح بکنید. با نام و یاد الله سبحانه و تعالی اولین تماس رو میگیریم. بیننده عزیز از افغانستان. سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما. بخیر باشین. آقای انصاری برنامه زنده خو نیستنی؟ برنامه زنده است، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. آقای انصاری ما چند روز پیشتر هم که خاطر ما موضوعی که این گفتیم باز بعد از برنامه خود شما تماس میگیریم و میتونمان دیگه تماس نشد. جناب سادات صاحب درست؟ بله. انشالله تماس میگیرم با شما، انشالله به یاری الله متعال. شما رو یادداشت کردم. چند دفعه دیگه هم کوشش کردم که امروز شما به تماس رو موفق نشد. انشالله حتما صحبت خواهیم کرد به یاری الله متعال. سایسته میشه که یک وقتی با ما بدین که ما چشم، حتما انشالله، حتما انشالله. بخیر باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر از شما. سلام علیکم. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. عزیزی نوشتن که در برنامه آن روزه که فلانی در مورد مولانا عبدالحمید صحبت کرد. بله، ایشون فکر کنم قصدشون مولانا عبدالحمید بود. ببینید در این برنامه ها هر کس میتونه تماس بگیره، نظرش و انتقادش و حرفایی که داره بیان بکنه و این نظر شخصی ایشان هست. شاید برای کسی مورد قبول باشه، برای کسی نباشه، اما یک نکته رو برادر عزیز باید ما به یاد داشته باشیم که هیچ کس معصوم نیست، هیچ کس خالی از گناه نیست، هیچ کس خالی از اشتباه نیست. چه جناب مولانا عبدالحمید باشه یا شخص دیگری باشه، هر کس امکان داره اشتباهی انجام بده، حرف نادرستی بزنه و صحبت‌های اخیرشون در مورد مجاهدین فلسطین صحبت‌هایی است که به نظر ما صحبت‌های درستی نبود. حالا ما مخالف ایشان نیستیم در این که ایشان زعیم هستن، رهبر هستن، یکی از علمای بزرگ بلوچستان و ایران هستن، در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اما این به معنی نیست که یک انسان هر حرفی که میزنه حرفش درست است. تنها شخصی که هر حرفی که میزنه توسط وحی تاکید میشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که الله متعال در مورد ایشان در قرآن کریم می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم همه انسان ها، حتی صحابه، یعنی خیلی راحت ما در کتب احادیثمون روایت هایی داریم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حرفی زد، گفتن اشتباه کرده. حضرت عمر حرفی زد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اشتباه کرده. و برای تقریبا بزرگان صحابه همه این اتفاق افتاده و هیچ کس یعنی به مرتبه ابوبکر و عمر و عثمان و علی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیرسه. منتها اونها هم اگر اشتباهی انجام میدادن، چه از طرف الله سبحانه و تعالی و چه از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم تصحیح میشد. حتی پیامبر بزرگوار اسلام گاهی اگر از ایشان عملی سر میزد که مورد قبول الله سبحانه و تعالی نبود، همون لحظه الله متعال اون رو توسط وحی تصحیح میکرد. تنها انسانی که ما میگیم معصوم هست
رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به خاطر اینکه توسط وحی کنترل میشد. بعد از ایشان هیچ کسی کنترل نمیشد توسط وحی. اما این علما هستند و میزانی که ما داریم قرآن و سنت هست که اگر کسی حرف اشتباهی زد میگیم که آقا اشتباه کردی. سوالی پرسیدن عزیزمان که اگر پدر و مادری فرزندشان را درست اسلامی تربیت نکنند و این فرزند گناه انجام بدهد، در قیامت فقط فرزند عذاب می شود یا که والدین؟ هم فرزند هم والدین. فرزند به خاطر این عذاب میشه که الله سبحانه و تعالی عقل داده، شعور داده، قرآن رو فرستاده و راه راست و راه اشتباه رو هم بیان کرده و هر انسان مسئول و موظف است که راه درست از راه نادرست رو در پرتو شریعت تشخیص بده. الله سبحانه و تعالی میگه که وجعلناه سمیعا بصیرا، ما شنوا قرار دادیم، بینا قرار دادیم، انا هدیناه السبیل، راه رو براش نشان دادیم، فاما شاکرا و اما کفورا. راه درست رفت شکرگزار شد به بهشت میره، راه غلط رفت اشتباه میکنه، گناه میکنه و جزای اشتباه و گناه خودش رو میبینه. اگر به طرف کفر بره و آتش جاودانی جهنم نصیب او خواهد شد. اما پدر و مادر چرا عذاب میشن؟ پدر و مادر مسئولن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدام از شما مسئول هستید و هر کدام از شما در قبال زیر دستانتان مسئولیت دارید. پادشاه، حاکم، رئیس جمهور مسئول است، پدر مسئول است، مادر مسئول است، همه علما مسئول هستند. هر کسی رو که الله سبحانه و تعالی به او مسئولیتی داده یا در نظام آفرینش یا در اجتماع مسئولیتی به عهده داره، از کارگر شهرداری که شاید هیچ کس اون رو، یا کارگر بلدیه یا شاروالی در افغانستان میگن، این مسئول است. مسئول چی است؟ مسئول نظافت است. حقوق میگیره، معاش میگیره از دولت که باید کوچه و خیابانها رو پاکیزه نگه داره و اگر کوتاهی میکنه و مسئولیتش رو انجام نمیده الله متعال بازخواستش میکنه. و رئیس جمهور و حاکم و پادشاه و امیر اینم مسئول است در پیش الله سبحانه و تعالی. اگر مسئولیت یک کارمند بلدیه یا شهرداری یک کوچه و یک خیابان باشه، مسئولیت حاکم و ولی امر و رئیس جمهور یا هر اسمی که روش میگذارن در قبال همه ملت است. اگر کشوری مثلا 40 میلیون است، یک حاکم داره در مقابل 40 میلیون مسئول است. در شب تار در یک گوشه از این کشور یک کودکی به خاطر عدم توجه حاکم و پادشاه و رئیس جمهور و امیر کوچکترین اذیتی میبینه، در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاکم مسئول است. وانگهی پدر و مادر در قبال تربیت فرزندانشون مسئولیت بزرگی دارن. این تنها نیست که مسئولیت یک طرفه باشه که فقط احسان بکنید، بر بکنید، نیکی بکنید به پدر و مادر. حتی همین احسان و نیکی که ما میکنیم به پدر و مادر سببش تربیه درست آنها خواهد بود. تربیه درست کردن از فرزندانشان نیکی میبینن، تربیت نادرست کردن جفا میبینن. و خاصتا جانب تربیت ایمانی فرزندان خیلی مهم است. ببینید امروز خیلی از کسایی هستن که فقط از ترس الله سبحانه و تعالی نسبت به پدرشون، مادرشون، خویشاوندانشون، زیردستانشون رفتار خوب میکنن و این ترس الله سبحانه و تعالی به خاطر چی است؟ به خاطر ایمان است. ایمان نباشه ترس الله هم وجود نداره. یکی مثلا میشنید که فلانی مادرشو زده، پدرشو زده، اصلا قابل تصور نیست برای انسان، اما گاهی این اعمال زشت سبب تربیت غلط پدر و مادر میتواند باشد. البته 100% نه، گاهی اوقات پدر مادر وظیفه‌شو انجام میده اما رفقای سو یا محیط یا جامعه خراب شاید یک انسانی رو به طرف گمراهی ببره. اما علی کل حال پدر و مادر در قبال فرزندانشان مسئول هستند و مسئولیت خیلی بزرگی به عهده دارند.
و کوچکترین کوتاهی در تربیت فرزندان سبب میشه که خود پدر و مادر در عذاب، در رنج، هم در دنیا هم در آخرت بیفتن. در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسانی که پدر و مادر خود را لعنت میکنن، یکی بلند شد از صحابه: یا رسول الله، کدام کسی هست که پدر و مادر خودش رو لعنت بکنه؟ فرمودن میره کار خرابی، کار بدی انجام میده، مردم چی میگن؟ الان عامیانه شد در افغانستان: ای بر پدر و مادر فلانی لعنت. الان این طرف، این فرزند سبب شد که پدر و مادرش لعنت بشه، که انه خودش لعنت کرده. و این عمل زشتی که انجام داده و مردم لعنت کردن پدر و مادر رو، چیز طبیعی است که فرزندان اولین الگو برای آنها در خانه کی است؟ پدر و مادر. بعضی مسائل رو مردم خیلی پیش پا افتاده فکر میکنن. به طور مثال با یک کسی قراری داره، بدهکاری داره، مشکلی داره، طرف میاد پشت در زنگ میزنه، به سرش میگه که بچم برو بگو که پدرم خانه نیست. این شاید خیلی ساده، اصلا فکرم نکنه که این چه عواقب وخیمی خواهد داشت، اما همین حرکت سبب میشه که در نزد آن کودک یا نوجوان دروغ گفتن یک امر عادی جلوه بکنه. فردا در مقابل یک دوستش، رفیقش میگه: والا پدرم که گفت که خانه بود، گفت که خانه نیستم، پس منم دروغ میگم به رفیقم. این از تربیت، این از الگوپذیری از پدر و مادر، چه در اعمال نیک چه در اعمال ناشایست. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید برادر عزیز. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم با انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. آقای انصاری، چرا علمای اهل سنت و اهل تشیع از واژه اسلام استفاده نمی کنن؟ از واژه اسلام استفاده نمی کنن؟ یعنی همش میگن سنی شیعه. والا برادر عزیز، بارها ما گفتیم که این واژه ها هیچ اصل و ریشه الهی و نبوی نداره. یعنی الله متعال در قرآن نگفته که شیعه باشید یا سنی باشه. میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که غیر از اسلام دینی داشته باشه از او قبول نمیشه. اصطلاحات شیعه و سنی بعداً در بین مردم رایج شد. یعنی عده‌ای که متمسک به سنت پیامبر بودن به اونها گفتن اینا اهل سنت هستن و کسی هم این اسم رو نذاشته. مثلا هیچ کس از علما، از بزرگوارای اهل سنت نگفتن که مثلا شما اسمتون رو سنی بگذارید، اسمتون رو اهل سنت بگذارید. این اصطلاحی است که جامعه داده. حالا مثلا بعد از اینکه مرزها بین کشورها کشیده شد، به شما گفتن ایرانی، به اون گفتن افغانی، به اون گفتن تاجیکی، در حالی که مثلا 100 سال پیش همه این کشورها یک کشور بود. یا 200 سال 300 سال پیش طرف بلند میشد از بخارا میرفت اصفهان، از اونجا میرفت نیشابور، میرفت هرات، میرفت بلخ، کسی نمیپرسید که تو کجایی هستی. اصلا چیزی به اسم مملکت وجود نداشت. مردم فقط به عنوان اینکه مسلمان بود میتونست همه سرزمین‌های اسلامی رو بدون پاسپورت و بدون ویزا بگرده. آخه الان مرتب تو شبکه‌های جهانی اهل سنت و تشیع هم مرتب از این اصطلاحات استفاده میکنن، در حالی که قرآن گفته دین به جز اسلام نزد خداوند قابل پذیرش نیست. درست. ببینید، اهل سنت دین نیست، این یک منهج است، یک روش است. متوجه شدید؟ یعنی ما مثلا شما شاید همیشه شنیده باشید در برنامه میگیم مسلمانان مسلمانان مسلمانان. گاهی اوقات وقتی که یک فرقه، یک شخصی میاد یک نظریات خاصی رو مطرح میکنه، بعد از اون میگیم این نظریات فرقه رافضه است یا فرقه شیعه است و عکسش هم همینطور. بعد یه سوال دیگه هم اشکالی نداره از قرآن بپرسم؟ بفرمایید. چرا تو قرآن میگه نفس هنگام مرگ
نفس مرگ رو تجربه میکنه ولی از روح استفاده میکنه. مگر بین نفس و روح فرق نیست؟ بعضیا میگن که نفس همان روح است و روح همان نفس است. نفس چیزی است که در روح وجود داره. بعد یه سوال دیگه هم، چرا در قرآن اصلا چیزی به اسم ختنه مطرح نشده اما اهل سنت و تشیع اون رو واجب میدونن؟ این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و انبیا بوده. در حدیث صحیح از پیامبر، چه از طریق شیعه چه از طریق اهل سنت، ثابت شده و حتما همه چیز در قرآن نیست و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اوامرشون، نواهیشون عین وحی الهی است. چون که الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اطیع الله و اطیع الرسول، از الله و رسول اطاعت کنید. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر برایتان آورده بهتون میگه اون رو بگیرید، قبول بکنید، عمل بکنید و از آنچه نهی کرده، یعنی فرمان داده که دوری بکنید، شما دوری بکنید. پس در اینجا ما قرآن رو داریم و سنت داریم. فرقش هم این است که قرآن کلام الهی است، معجزه است. قرآن کریم در خواندن هر حرفش، هر کلمش، هر آیتش انسان اجر و ثواب و پاداش میبره و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمالی است که یا گفتاری است که پیامبر امر کردن یا انجام دادن، ما موظف هستیم که انجام بدیم. آخه میگن هر موضوعی باید اصل اون در قرآن آمده باشه که ما اون رو واجب بدانیم. غلط میکنه کسی همین چین حرفی میزنه، همچین چیزی نیست. کی گفته این رو؟ چون خداوند هم گفته من حافظ کتاب قرآنم، نه حدیث. ما از کجا بدانیم این احادیث کاملا صحیح هستن؟ آیا تضمینی وجود داره؟ والا ببینید برادر عزیز، اگر قرار باشه انسان بدون دلیل، بدون برهان یک حرفی رو قبول بکنه، بله در اون صورت میتونیم بگیم که شاید حرف درست و نادرست باشه. علما زحمت کشیدن سالها و احادیث درست و نادرست را از هم جدا کردن و اینطوری نیست که هر کس هر چی گفت ما بگیم حدیث پیامبر است. بعضی از اینایی که خودشون رو میگن که ما قرآنی هستیم، میگن که ما از کجا بفهمیم که این احادیث درست است؟ خب این احادیث رو کی برای ما روایت کرده؟ صحابه روایت کردن، درسته؟ صحابه، اهل بیت. همین اهل بیت و صحابه قرآن رو هم برای ما روایت کردن. اگر قرار است که به حدیث شک بکنیم، باید به قرآن هم شک بکنیم. از کجا میدونید که این همون قرآنی است که بر پیامبر نازل شده؟ بالاخره قرآن یک کتاب آسمانی هست و نشانه هر پیامبری. خب همین پیامبر، ما که همین قرآن رو مستقیم از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که نشنیدیم، درست است؟ همین قرآن رو مثلا شما روایت ها رو ببینید، روایت حفصه، این قرآنی که مشهور است، قرائتی که در ایران، افغانستان، تاجیکستان مشهور است، همین روایت حفص از عاصم، از فلان از فلان از فلان، از علی ابن ابی طالب، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد میگرده باز به صحابه. صحابه همین قرآن رو برای ما روایت کردن. در روایت قرآن خیانت نکردن، در روایت حدیث خیانت میکنن. اما در قرآن تهدی کرده، در حالی که در کتاب احادیث تهدی نیامده. پس به خاطر همین ما برای اثبات قرآن کریم نیاز به هیچ دلیل نداریم، چون یقین داریم که این همین قرآنی است که بر پیامبر نازل شده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن را نازل کردیم و ما حفظ و نگهداری او را به عهده گرفتیم. به خاطر همین علما نیومدن که آیه قرآن رو بگیرن بررسی بکنن که این از چه طریق روایت شده، راویانش شده. چون که اگر همه قرآن‌های روی زمین رو هم از بعد از وفات پیامبر تا امروز همه‌شو خدای نکرده آتیش می‌زدن، قرآن نابود نمی‌شد. چرا؟ چون که مردم اینو حفظ کرده بودن. احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این ویژگی رو نداره و به خاطر همین علما علم حدیث رو پایه‌گذاری کردن که بر اساس علم حدیث و علم روایت و درایت
راویان بررسی میشن، متون احادیث بررسی میشه و هیچ حدیثی در تناقض با قرآن نیست. و بعضی از مسائلی که مثلا در قرآن صریحا ذکر نشده اما در احادیث ذکر شده، یکی از علما ازش پرسیدن که مثلا امین ریش در کجای قرآن گفته که مسلمان باید ریش بگذاره؟ گفته در قرآن. گفت در کجا گفته؟ گفت من که ندیدم، من حافظ قرآنم. گفت مگه نخواندی که الله متعال میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه، چیزی که پیامبر انجام داده، چیزی که پیامبر امر کرده انجام بدید. پیامبر در 3 حدیث صحیح و صریح گفتن که ریش بگذارید، ریشتان را کوتاه نکنید، ریشتان را زیاد بگذارید، ارخوا اللحى اعفوا اللحى اترکوا اللحى. این امر پیامبر است و اینطوری نیست که هر کس از هوا و هوس بیاد یک چیزی رو بگه بعد مردم هم قبول بکنن که این حرف پیامبر است. نه، دقیق بررسی میشه اینا. بعد یکی دیگه از ایراداتی هم که بر پیامبر وارد هست در مورد تعدد همسران پیامبر هست. این هم یه توضیح بدید ممنون، دیگه مزاحم اوقاتتون نمیشه. خواهش میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یه عمر به اصطلاح شهوت مرد، عمر جنسی مرد تا چند سالگی است به نظر شما؟ برای مردان انتها نداره به نظرم. نه داره، یعنی مثلا شروع میشه از بعد از بلوغ، همینطور میره بالا در بین سن 20 سالگی تا 25-30 سالگی اوج زندگی جنسی یک مرد است. این رو علم میگه، یعنی دین نمیگه. علم امروز اینو ثابت کرده و دیگه کسی نیست که مخالف این نظریات باشه، چون این واقعیت هاست که همه انسان ها در زندگیشون گذراندن الا کسانی که شاذ بودن. بعد از 40 سالگی کم کم شهوت مرد فروکش میکنه اما کاملا از بین نمیره. به خاطر همین زنها در یک سنی به سن قاعدگی به یائسگی میرسن، یعنی که دیگه در وجود اونها، در تخمدان اونها تخمکی رشد نمیکنه که بارور بشه و تبدیل به جنین بشه. اما در مردها این وجود نداره. یک مرد شاید در سن 80 سالگی هم اگر ازدواج بکنه، هم بستر بشه، امکان داره که همسرش حامله بشه. اما آیا این مرد 70 80 50 40 ساله مانند یک جوان 25 ساله و 35 ساله قدرت جنسی داره؟ نه، این رو نه علم میگه نه این انسان عاقلی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با یک زنی ازدواج کردن که 2 برابر ایشان عمر داشت. متوجه شدید؟ و بعد تا وقتی که اون همسرشون زنده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم با هیچ کسی دیگری ازدواج نکردن. در عمر 40 سالگی بعد از اینکه همسرشون وفات کرد، بعد از مدتی و جریاناتش در سیرت ذکر شده، قضیه بعد از اون معاصره شیب ابی طالب اتفاق افتاد. ام ایمن، کسی که خدمت میکرد رسول الله، پیرزنی بود، آمد به پیامبر توصیه کرد که چرا دختر رفیقت ابوبکر رو خواستگاری نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی اول بهانه آوردن و بعد از اصرار ابو ایمن خواستگاری کردن و حضرت ابوبکر هم قبول کرد و بعد این شد یک ازدواج مبارکی و تنها همسر بکری که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن ام المؤمنین عایشه صدیقه بود. اونم که بعد از اینکه به مدینه هجرت کردن با او عروسی کردن. و بقیه همسرای پیامبر همه ازدواج ها دلایلی داشته، دلایل اجتماعی، دلایل سیاسی، دلایل دینی، دلایل وحیی داشته. به طور مثال زینب دختر جوانی نبود که پیامبر با او ازدواج کرد. زینب دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که اون رو داده بودن به یک برده آزاد شده، زید ابن حارث. و با زید همیشه اختلاف داشت چون نظام طبقاتی هنوز در جامعه حاکم بود، کلا از بین نرفته بود. یعنی مردم همیشه طعنه می‌زدن خود زینب از قریش بود، از بنی هاشم بود و خودشون رو برتر می‌دونستن در بین عرب‌ها و زید یک برده آزاد شده بود. این اختلافات به اوجش رسید و زینب رو طلاق داد و بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دلجویی با او ازدواج کردن و بقیه همسرای پیامبر صلی الله علیه و سلم همشون یک دلیلی اجتماعی، دینی، سیاسی در او وجود داره. مثلا بعد از غزوه بنی مستلق وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنن، به خاطر ازدواجشون با اون همسرشون همه اون قبیله رو صحابه آزاد میکنن و بسیاری از آنها مسلمان میشن
و امثال اینا. همه اینا یک دلایل منطقی داشته. سپاس از پاسخ شما. خداوند بهتون جزا بده. زنده باشید. سلامت. جزای چی بده؟ جزای خیر یا شر؟ جزای خیر. سلامت باشید. الله یار یاورتون. سلامت باشید. تشکر از شما. وقتی که به کسی میگید خداوند به شما جزا بده، این رو ذکر بکنید، جزای خیر بده یا جزای شر. یعنی بهترین اصطلاح شرعی این است که انسان بگه جزاک الله خیرا. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام و درود استاد عزیز. صدای ما دارین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز ما از تاجیکستان هستیم. بفرمایید. یک سوال داشتیم اگر ایلوجش باشه. در پخش مستقیم قرار داریم استاد. بله بله بفرمایید. استاد عزیز تاجیکستان باشیم، چون این سوال داشتیم در مورد اویله برپا نمودن مردم ما با دختران روس. چگونه که میبینیم امروز چون این اویله ها بسیار شدن. بعد سوال با چونین بود استاد که آیا بعد از تکرار کردن کلمه ما میتونیم اویله برپا کنیم؟ خطی زنایی که دیگه قانون اسلام عموما نمیدونن، مثلا حجاب نمیکنن، و فرق بین زنان مسلمان تولد شده و زنان نصرانی در چیه استاد؟ همین خواستیم پرسیم. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر زیاد استاد. زنده باشید. زنده باشید. اولا الله سبحانه و تعالی، من خدمت شما این آیات رو بیارم. هدف اصلی از ازدواج چی است؟ هدف اصلی از ازدواج در قرآن کریم فرزند آوردن نیست. هدف اصلی از ازدواج در قرآن کریم شهوت خود را به اصطلاح اجرا کردن نیست. هدف اصلی در ازدواج الله متعال در اینجا برایتان بیان می کند. و من آیاته، از نشانه های الله متعال این است که ان خلق لکم من انفسکم، از نفس شما برای شما خلق کرده، از ازواجا، همسرانی را که لتسکنوا الیها، که شما در کنار آنها آرام بگیرید. هدف اصلی ازدواج آرامش و سکون است. و جعل بینکم مودة و رحمه، و در بین شما مودت یعنی پیوند عشق، محبت، صمیمیت در بین شما قرار داد. و رحمت، وقتی که سکون آمد، مودت آمد، رحمت الله سبحانه و تعالی نازل میشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینجاست که نشانه های از قدرت الله سبحانه و تعالی برای شما بیان می کند. اما الله سبحانه و تعالی ازدواج با تعدادی از زنها رو منع کرده است. در اینجا برای شما بیان می کند در آیه 221 ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، با زنهای مشرک ازدواج نکنید تا وقتی که ایمان نیاوردن، یعنی وقتی که ایمان آوردن با آنها ازدواج کنید. ولعمة مؤمنة خیر من مشرکة، یک زن کنیز باشه با او ازدواج کنید بهتر از این است که با یک زن آزاده مشرک ازدواج بکنید. ولو اعجبتکم، ولو اینکه شما رو خوشتون بیاد. ولا تنکحوا المشرکین، و شما ای زنان مسلمان با مردان مشرک ازدواج نکنید حتی یؤمنوا، تا وقتی که ایمان بیاورن. بل عبد مؤمن خیر من مشرک، یک غلام باشه، برده باشه، ولو مؤمن باشه، با او ازدواج بکنید بهتر از این است که با یک مرد صاحب منصب و پول و آزاد ازدواج بکنید. دلیلش هم چی گفته؟ اولئک یدعون الی النار، آنها یعنی مشرکین دعوت میکنن به سوی جهنم. یعنی زن مشرک، مرد مشرک دعوت میکنه به سوی جهنم.
والله یدعو الی الجنة والمغفره، و الله سبحانه و تعالی به طرف جنت و مغفرت شما را دعوت میکنه به اذنه، به اذن او، به اجازه او. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، و آیاتش را، نشانه هایش را برای شما بیان میکند تا شما متذکر شوید. ببین برادر عزیز و بزرگوار، من بارها در این مورد صحبت کردم. الله سبحانه و تعالی ازدواج با اهل کتاب رو جایز دانسته، یهودی باشه نصرانی باشه، فقط یهودی و نصرانی اینا اهل کتاب محسوب میشن، چون از بقیه اهل کتاب از جمله صائبه و فلان اینا نمانده، یعنی نیستن، منقرض شدن رفتن. فعلا در دنیا یهود و نصارا از اهل کتاب فعلا هستن. الله سبحانه و تعالی ازدواج با زنان اهل کتاب رو جایز دانسته. به خاطر چی؟ به خاطر که حداقل اونا به خدای اعتقاد دارن، به خدای اعتقاد دارن، و اونم طبق یک سری از شرایطی که علما بیان میکنن. مثلا اگر از اهل کتاب باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه، فاسق باشه، فاجر باشه، زناکار باشه، بد اخلاق باشه، فعلهای زشت و بد داشته باشه، به بی‌حیایی معروف باشه، یعنی بعضیا رفتن مثلا با یک زن فاسقه فاجره نصرانی مثلا در اروپا ازدواج کردن، در روسیه ازدواج کردن، وقتی اعتراض بکنیم میگه خب ازدواج با اهل کتاب جایز است. ازدواج با اهل کتاب، اهل کتابی که با حیا باشه، اهل کتابی که زن خوب باشه. ببینید الله سبحانه و تعالی درست است که با اهل کتاب اجازه داده که ازدواج بکنیم، اما با زنهای خبیث اجازه نداده که ازدواج بکنیم. در سوره نور آیه 28 الله متعال بیان می کند که الخبیثات للخبیثین، زنهای خبیث برای مردهای خبیث است، والخبیثون للخبیثات، و مردهای خبیث برای زنهای خبیث هستند، و الطیبات للطیبین، زنهای طیب و پاک برای مردان طیب و پاک هستند، و الطیبون للطیبات، و مردهای پاک هم برای زنهای پاک هستند و عکس آن. اولئک مبرئون مما یقولون، در مورد قضیه افک آمده است، اما این یک حکم کلی است برای مسلمان ها که در انتخاب همسر خوب انتخاب بکنن، همسر طیب، همسر پاک. یک زن زناکار باشه ازدواج کردن با او جایز نیست. در اینجا من اون رو هم حکمش رو برای شما از قرآن کریم بیارم. بله، در اینجا ببینید الزانی لا ینکح الا زانیه، مرد زناکار با زن زناکار ازدواج میکنه، او مشرکه، یا با مشرک ازدواج میکنه. و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک، و زن زناکار رو هم یا مرد زناکار یا مرد مشرک با او ازدواج میکنه. و حرم ذلک علی المؤمنین، و این برای مؤمنین حرام است. ازدواج با زن زناکار حرام است. مثلا طرف رفته در روسیه با یک دختری که صبح تا شام در دیسکوتیکا شب و روز گذرانده، با 10 نفر هم ارتباط جنسی داشته یا بیشتر کمتر، آمده با ازدواج کرده. والا قرآن گفته که ازدواج با اهل کتاب جایز است. این سوء استفاده کردن از قرآن است، سوء استفاده کردن از دین است. این یک جانب قضیه. آیا امروز ازدواج کردن با زنان اهل کتاب قبل از اینکه اسلام بیاورند جایز است؟ ببینید دین ما، فقه ما یک دین پویا هست. امروز در این موقعیتی که زنها در اروپا و آمریکا و در روسیه و در بقیه کشورها قرار دارن، شما هیچ زنی که آن مواصفات زن اهل کتابی که ازدواج با او جایز باشد را الا نادرا پیدا نمی کنید. توجه شدید؟ الا نادرا، شاذ شاید پیدا بشه. به خاطر همین ازدواج کردن با هر زنی که فقط شما از حسن زیبایی و خوشتان آمد، دیگه به دنبالی نگردین که چی کاره است، اخلاقش پاک است، طیب است، نیست. ازدواج کردن با اینها نه تنها خودتون رو بدبخت میکنید، بلکه فرزندانتون رو بدبخت میکنید. ما چند روز قبل با یکی از اساتید صحبت میکردیم. به ده ها مورد وقایعی وجود دارد که رفتن زن خارجی، زن نصرانی گرفتن،
بعد از صاحب 2 تا 3 تا فرزند شدن، بعد از اون جدا شدن، زن طبق قوانین اون کشور فرزندان رو گرفته و اونها رو در مدارس کلیسا برده و در اونجا داره به اونها تعلیم نصرانی میده. فردا 10-15 سال بعد فرزندانش همه نصرانی میشن. بعد این طرف هم رفته اونو ول کرده، رفته جای دیگه، یک زن دیگه گرفته، فکر کرده که خلاص مسئولیت تمام شد. نه والله، به خاطر تک تک اونو در پیش الله سبحانه و تعالی مسئول هستی. به خاطر هر فرزندی که به دست این زن نصرانی می شود، تو در پیش الله سبحانه و تعالی پاسخ میدی. خاصتا برای جوانان تاجیک میگیم که امروز به این اندازه زیاد مثلا دختران عفیف و پاکدامن سرزمین خودتان در تاجیکستان بدون همسر، بعضیشون به سنهای 25 30 35 سالگی رسیدن، ازدواج نکردن، اونها رو رها میکنن، میرن در روسیه، اونجا زن میگیرن، زندگی میکنن. بعضیشون رفتن حتی در تاجیکستان یک زنی رو گرفتن، نکاح کردن، یک فرزندی آوردن یا نیاوردن، اون رها کردن، 5 سال 10 سال 6 سال 7 سال رفتن در روسیه، یک زن دیگری گرفتن، با او دارن زندگی میکنن. ببینید این زندگی تنهایی نیست که شما با یک زن ازدواج کردی و شهوت خودت رو ارضا کردی و تمام شد رفت. زندگی مسئولیت است. الله سبحانه و تعالی از ازدواج به عنوان میثاقا غلیظا، یعنی یک پیمان محکم و استوار یاد میکنه. و این پیمان محکم و استوار وقتی به وجود میاد که 2 طرف مؤمن باشن، پیرو الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشن. و زندگی یک مسئولیت است. وانگهی فرزندان شما، ولو اینکه زن جدا نشه، طلاق نگیره، فرزندانی که شما میارید، این فرزندان در خانه‌ای که مادر مسیحی باشه، نصرانی باشه، مادر بی‌حجاب باشه، مادر براش محرم و نامحرم و این مسائل فرق نکنه، چگونه این فرزندان تربیت خواهند شد؟ خیلی مهم است که اینها رو انسان در نظر بگیره. به خاطر 4 روز خوشگذرانی دنیا آینده خودتان، همسرتان و فرزندانتان را تباه نکنید. و مسئولیت دارین. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. در ضمن این داخل و در آیه‌ای که الله متعال صریحاً می‌فرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، نجات بدهید خودتان و اهلتان را از آتش جهنم. امروز دختر تاجیک مسلمان مؤمن با اخلاق که با عفت و با حیا تربیت شده در خانه پدر و مادرش، تو اون رو رها میکنی میری در روسیه زن نصرانی میگیری؟ یعنی چی کار کردی با این کارت؟ به جای اینکه تو بیایی سبب عفت و پاکدامنی یک دختر مسلمان هموطن خودت بشی، رفتی اونجا مثلا یک زن نصرانی گرفتی. چی کار کردی؟ جایی رو فتح کردی؟ چه دستاوردی برای اسلام و برای مسلمانان، برای کشورت خواهد داشت؟ هیچ. شاید از 1000 ازدواج یکیش موفق بشه. شاید در بین اینها شاید یکی مثلا حالا رفتید خوشتان آمد، با او صحبت کردید، او مسلمان شد. اگر واقعا بدون اینکه جبری باشه، نه اینکه مثلا او از شما خوشش آمد شما بگید شرطش این است که تو مسلمان بشی، این غلط است. لا اکراه فی الدین. مردم رو به زور مسلمان نکنید. مسلمان میشه باید با یقین، با قناعت مسلمان بشه. والا چطور شد زنت مسلمان شد؟ بهش گفتم که یا اگر مسلمان میشی من با تو ازدواج میکنم. اونم کلمه گفت، مسلمان شد. بعدش چی؟ هیچ. این اشتباهه که کسی رو شما مجبور بکنید که مسلمان بشه. هیچ جبر و اکراهی دعوتش بکنید، فضائل دین رو برایش بیان بکنید، خوبیای اسلام رو بیان بکنید، خودتون نمونه وارسته ای از اسلام و از دین بشید و اگر خودش به رضایت خودش مسلمان شد، نعمت بزرگی است. و بعد از اینکه مسلمان شد باید همه قوانین اسلام رو قبول بکنه. طرف زنش چی میگه؟ زنم مسلمان شد، سرش لوچ به نیجوب پوشیده در کنارش داره میگرده، حالا چرا این حجاب نمیکنه؟ والا این روسیه است. خب مگر که حجاب فقط برای زنان تاجیکستان و افغانستان و عربستان نازل شده؟ نه. وقتی کسی وارد دین شد همه احکام دین رو باید قبول بکنه. ادخلوا فی السلم کافه، کاملا در دین داخل شوید. نه اینکه فقط بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تمام شد میره وارد بهشت. به این آسانی نیست. بله اگر مسلمان شد حجابش رو باید رعایت بکنه
و امور دینش رو باید بهش یاد بدید، قبل از اون باید خودتون بلد باشید که به او یاد بدید. بعد این ازدواج از نگاه شرعی هیچ اشکالی ندارد. اما یک زن مسیحی است، یهودی است، شما با او ازدواج کردید طبق حالا اجازه‌ای که در شریعت اسلام هست، اما این زن میگه من حجاب نمی کنم، شما حق ندارید که رو مجبور بکنید، چون احکام اسلام بر کسی جاری می شود که مسلمان باشد. هنوز مسلمان نشده شما بخواید اون مثلا احکام اسلام بر او جاری بکنید، نه، این اختیار خودش است. اگر با اختیار خودش حجاب سر میکنه خوب، نمیکنه شما حق مجبور کردن او را ندارید. یک سوالی را از طریق واتساپ که فرستادن عزیزان من بهش پاسخ بدم. بیننده عزیز سوال کردن که حکم طلب دعا از مردم چی است؟ بعضیا میگن که التماس دعا وقتی که با هم خداحافظی میکنن. حکم طلب دعا از مردم چی است؟ ببینید، اولا درخواست دعا کردن از مردم، خاصتا اگر عالم دینی باشه، انسان صالحی باشه، انسان متقی و پرهیزگاری باشه، این ممنوع نیست، مباح است. یعنی یک انسان صالحی باشه شما از او طلب دعا بکنید، از برادر مسلمانتان طلب دعا بکنید، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی برای برادر مسلمانش دعا میکنه، بالای سر او ملکی هست، فرشته‌ای هست که میگه که ولک بمثل، میگه آمین ولک بمثل. مثلا برادری که لحظات پیش به من گفت جزاک الله خیر، بگم بارالله این برادر عزیزمان را سعادتمندی در دنیا و آخرت نصیب بکن. به مجردی که من این دعا را تمام کردم، فرشته‌ای آماده هست در اونجا میگه آمین ولک بمثل، آمین و خداوند به تو هم سعادت دنیا و آخرت را نصیب بکنه. با 3 شرط از مردم طلب دعا کردن جایز است. اولا این که انسان باید به کسی که میگه که برای من دعا بکن، نیتش این باشه که این دعا که طرف انجام میده هم نفعی به او برسانه و هم نفعی به ای برسانه. به این معنی که وقتی که ملک میگه آمین، هم نفعی به خود اون طرف میرساند و هم نفعی به تو میرساند. او برای تو دعا کرده، فرشته برای او دعا کرده. این یکی از شرایطش. دومین که انسان باید وقتی که برای کسی دعا میکنه، این از کسی طلب دعا میکنه، این طلب دعا کردن در وجود آن شخص تکبر و غرور و خودبینی ایجاد نکنه. بعضی هستن ازشون مردم از بس که طلب دعا میکنن فکر میکنن که والا یک چیزی هستن، ولی از اولیاء الهی هستن. در صورتی که این گونه یک انگیزه رو، یک فکری رو در طرف مقابل ایجاد نکنه، اشکالی ندارد. ببینید دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی برای ما در قرآن کریم در چند جا بیان میکنه که بین من و بندم هیچ چیزی نیست، هیچ حجابی نیست. ادعونی استجب لکم، دعا بکنید تا شما را اجابت بکنم. و در هر رکعت نماز ما عهد و پیمان میبندیم با الله سبحانه و تعالی. چی میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صحابه رو چگونه تربیت کردن که در همه خواسته های خودشان در دنیا، خواسته های دنیویشون متکی به خودشان باشند، و در خواسته هایی که
از الله سبحانه و تعالی میخوان مستقیم از الله سبحانه و تعالی بخوان و کسی رو شریک نیارن. یکی از صحابه حدیث زیبایی رو نقل میکنه که میگه که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم، فرمودن که راوی هم فکر کنم عوف ابن مالک است، میگه در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم، دستان خودمون رو دراز کردیم و با رسول الله بیعت کردیم صلی الله علیه و سلم. یکی از ما میگه پرسید یا رسول الله الا من نبایعک، به چی چیز داریم با تو بیعت میکنیم؟ یعنی الان ما دست دادیم گفتیم یا رسول الله ما با تو بیعت کردیم، این بیعت بر چی است؟ شرایط این بیعت چی است؟ فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم که الا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، به این بیعت میکنید که فقط الله را میپرستید و هیچ چیزی رو به الله شریک قرار نمیدهید و تصلوا الصلوات، نمازهایتان را برپا میدارید، صلوات الخمس، و تسمعوا و تطیعوا، بشنوید و اطاعت بکنید، ولا تسألوا الناس شیئا، و از مردم چیزی نخواهید. این چی است؟ این اوج ایمان است، قله ایمان است. این شرایط بیعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن. راوی در ادامه میگه فلقد کان بعد اولئک نفری یسقط صوت احدهم، میگه این افراد میگه که بیعت میکردن با پیامبر گاهی اوقات میشد که قمچینش، سوار اسب بود، قمچینش از دستش میافتید. کسایی که اسب سواری کردن میدونن قمچین اگر از دستت بیفته از دست نمیتونی اون رو بگیری از زمین. به خاطر همین یا باید پیاده بشی یا باید کسی دیگه این رو به دست تو بده. میگه به اندازه اینها، به همین که ولا تسألوا الناس شیئا، که از مردم هیچ چیز نخواهید، به اندازه پایبند بودن که اگر قمچینشون به زمین میافتاد نمیگفتن به رفیقاشون که اون قمچین رو بده به من، خودش از اسب پیاده میشد، قمچینش رو میگرفت، دوباره سوار اسب میشد. این اوج ایمان است. به خاطر همین علما میگن که بهترین است که انسان خودش برای خودش دعا بکنه. چون که انسان الان مثلا یک شخصی است به خاطر گناهش، به خاطر معصیتش، به خاطر دوریش از درگاه الهی دعاش قبول نمیشه، بیاد پیش من بگه برای من دعا بکن، دعای خودش به خاطر گناه ها و معصیت های خودش قبول نمیشه. آیا دعای من در حقش قبول میشه؟ نمیشه. شرایط دعا چی است؟ شرایط استجابت دعا چی است؟ انسان اعمال که گناه محسوب میشه رو انجام ندهد، متوقف کنه. اولا مثلا شراب میخوره، شراب خوردن رو متوقف بکنه. نمازش رو ترک میکنه، نمازش رو مرتب بخونه. روزه نمیگیره، روزش رو بگیره. بعد از اینکه اعمال شایسته رو، اعمالی که احکام دین هست، اوامر الله و رسول است انجام داد، بعد از اون چیکار میکنه؟ توبه میکنه، میشینه 2 رکعت نماز میخونه، دستانش رو بلند میکنه، اظهار ندامت میکنه از اعمالی که انجام داده. شرط دوم. شرط سوم چی است؟ این اعمال زشتی رو که انجام میداد دیگه انجام نمیده. با این شرایط طرف بعد از اون اگر دعا میکنه، الله سبحانه و تعالی میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که گناه کردید، در گناه زیاده روی هم کردید، به جای 1 بار زنا 100 بار 1000 بار زنا کردید، از رحمت الهی ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناهان را میبخشد. پس توبه کنید،
دعا بکنید، مستقیم از خدا بخواید. اصل این است که خودت توبه بکن، خودت از خدا بخوا. نکته دوم این است که کسی که بگه که من بنده گناهکارم، الله متعال شاید دعای من رو قبول نکند و دعای این انسان صالح رو قبول بکند، این سوء ظن به الله سبحانه و تعالی است، یعنی گمان بد داشتن به الله، در حالی که ما مأمور هستیم که گمان نیک داشته باشیم به الله متعال، گمان بد نداشته باشیم. کسی که فکر بکنه که الله دعای من رو قبول نمیکنه، این گمان بد است به الله متعال و این گناه کبیر است و حتی به سرعت کفر و شرک میرسه. چطور دعای تو رو الله متعال قبول نمیکنه؟ وعده کرده که قبول میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. گمان نیک داشتن به الله سبحانه و تعالی یکی از اساس ایمان است در نزد مسلمان. الله متعال میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید برای نزدیک شدن به بارگاه الهی. به چی؟ به صبر. صبر به چی؟ صبر بر گناه. شراب میخوردی، الان از جلوی مغازه شراب فروشی رد شدی، خمارت آمد، عوض شراب آمد، نفست رو زدی، گفتی نه نمیخورم، توبه کردم، رد میشی میری. این صبر است. و الصلاة، نماز خواندن. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، این کار بسیار سختی است مگر بر انسانهایی که فروتن هستند، خاشع هستند در مقابل الله سبحانه و تعالی. الذین، این انسانهای خاشع کی هستند؟ کسانی که یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، اینها هستند که گمان نیک دارن به این که با الله متعال ملاقات میکنن، روبرو میشون و به سوی الله برمیگردن. پس گمان نیک یک از صفات انسانهای مؤمن است. ما باید به الله گمان نیک داشته باشیم، نه اینکه بگیم چطور خداوند دعای من را قبول میکنه، من بنده گناهکار هستم خدا دعای من را قبول نمیکنه. این گمان بد است. در سوره بقره آیه 249 میگه قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة، کسانی که گمان نیک دارن به الله میگویند که، کسانی که گمان دارن که با الله روبرو میشوند، انسانهای مؤمن میگویند که تعدادی اندک که مؤمن باشن بر تعدادی که زیاد هستن و مؤمن نیستن پیروز میشوند باذن الله، به اذن الله متعال. والله مع الصابرین، الله متعال با صبر کنندگان است. سوره حاقه رو شاید اکثر شما حفظ باشید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه، کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان داده میشد فریاد میزنن ای مردم بیایید ببینید کارنامه من را، ببینید که من کامیاب شدم، موفق شدم. اقرؤوا کتابیه، بخوانید کتاب من را، نامه اعمال من را. من گمان نیک داشتم به الله متعال و گمان داشتم که با الله متعال ملاقات میکنم و حساب و کتاب میشم. فهو فی عیشة راضیه، او است در زندگی پر از نعمتها و رضایت و بهشت جاویدان. فی جنت عالیه، در جنتی که بسیار بلند مرتبه و عالی مقام است. در قضیه افک لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا، مردان و زنان مؤمن نسبت به همدیگر، نسبت به نفس خودشون باید گمان نیک داشته باشن، بدگمان نباشن. و بدترین بدگمانی این است که انسان به الله متعال گمان بد داشته باشه که الله منو نمیبخشه، الله دعای من رو قبول نمیکنه. در حدیث قدسی الله متعال میفرماید انا عند حسن ظن عبدی بی، من یعنی وقتی که بندم گمان نیک میکند در باره من با نیکی با او رفتار میکنم.
و ما رو از گمان بد من کرده در قرآن کریم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطل، ما این آسمان ها و زمین و چیزایی که در بینینت باطل خلق نکردیم. ذلك ظن الذين كفروا، اینایی که میگن که نه اینا همینطوری به وجود آمدن، این گمان بد کسانی است که کافر شدند. فویل للذین کفروا، وای به حال کسانی که کافر شدند. این آیه خیلی خطرناک است. الله متعال میفرماید که و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء. الله متعال عذاب میدهد مردان و زنان مشرکی را که منافق و مشرکی را که به الله متعال گمان بد دارن. پس گمان بد داشتن به الله سبحانه و تعالی از صفات منافقین و مشرکین است. و در ادامه آیه میفرماید که علیهم دائره السوء، اینها رو در بر گرفته این دائره بدبختی و گمراهی. و غضب الله علیهم، الله متعال بر اونها غضب گرفته. و لعنهم و عد لهم جهنم، و اونها را لعن کرده، برای اونها جهنم را آماده کرده. و ساعت مسیرا، چه عاقبت بدی دارن اینها. و ما را همیشه از ناامیدی الله متعال من کرده. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ما تو را بشارت میدیم به حق، از جمله ناامید شدگان نباش. ناامید از رحمت الهی. و قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، غیر از گمراهان کسی دیگری از رحمت الله ناامید نمی شود. تو هر چقدر گناهکارم باشی، نیمه شب 2 رکعت نماز بخوان، دستانتو بلند بکن، دعا بکن، یقین داشته باش که الله متعال دعایتو قبول میکنه. به خاطر همین ما باید سعی کنیم که خودمون برای خودمون دعا بکنیم و تا حدی که امکان داره نیازهای خودمان را خودمان برآورده بکنیم. ببینید، من این مثال رو برای شیعیان همیشه آوردم، در اینجا هم ذکر میکنم. به طور مثال این برادر نمیدونم از افغانستان است فکر کنم، به طور مثال امیرالمومنین، رئیس جمهور یا هر کسی دیگه، جو بعضی با اسم امیرالمومنین حساسیت دارن، به شما زنگ بزنن از دفترش بگن که والا جناب امیر یا جناب رئیس جمهور شما رو خواستن که اگر مشکلاتی نیازی دارین در زندگی بفرمایید در دفتر رئیس جمهوری در ارگ، در ارجایی که است، یا در دفتر امیرالمومنین در قندار، بیاید حضوری این رو بیان بکنید و در همونجا هر چه که بخواید برای شما اجرا خواهد شد. همچین چیزی رو به شما بشارت بدن. بعد شما برید دنبال یک واسطه بگردید که یک واسطه پیدا بکنم که من رو ببره پیش امیر، اونجا گپای من رو به او برسانه. آیا یک انسان عاقل این کار رو میکنه؟ نمیکنه. الله متعال به شما میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گردنم به اون نزدیک تریم. حالا کسی بیاد بگه که فلانی برای من دعا بکنه، سر قبری بره، از پیری واسطه طلب بکنه یا کسی رو واسطه ببره، به این انسان چی میگید شما؟ غیر از کلمه احمق کلمه دیگری رو سراغ دارید؟ و این است که انسان معنی حقیقی ایمان به الله سبحانه و تعالی رو وقتی میتونه درک بکنه که خودش و خدای خودش هیچ کسی رو در وسط قرار نده. ببینید در هر جای قرآن وقتی که سوال شده یسألونک عن الاهله، از تو میپرسن ای محمد در مورد ماها، قل بگو ای محمد. یسألونک عن المحیض، از تو در مورد عادت ماهوار میپرسن، بگو ای محمد. قل بگو، همینجا قل 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 هو الله احد. قل یک جایی هست در قرآن که در اونجا قل نمیگه،
نمیگه یسألونک در اینجا که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه در مورد خواستن از الله سبحانه و تعالی که چطور دعا بکنیم، چطور از الله سبحانه و تعالی بخوایم. در اونجا نمیگه بگو قل ای محمد، مستقیم میگه از من بخواید تا اجابت بکنم. چرا؟ چون حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را الله متعال نمیخواد در اینجا بین خودش و بین بنده واسطه قرار بده. هیچ بشری ولو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که اشرف خلق است در بین ما و در بین الله سبحانه و تعالی واسطه قرار نمیگیره. من این رو برای شما بیارم از روی مصحف بهتون نشون بدم. و اذا سألک ای محمد، وقتی که بندگانم از تو میپرسن عنی از من، ببینید در اینجا نمیگه قل، میگه فانی قریب، مستقیما خودش جواب میده که انه همه ما رو الله متعال مستقیما خطاب قرار ده. میگه که فانی قریب اجیب دعوت الداعی، اجابت میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که مرا دعا میکند. فلیستجیبوا لی، پس دعوت من را بپذیرید. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورید. لعلهم یرشدون، تا که راهیاب شوند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید، زنده باشید. ممنون، سلامت باشید. اگه اجازه بدید در مورد قیام ژینا که 3 سال از اون گذشته یه صحبتی بکنم در برنامه شما. بفرمایید. خواهش میکنم. 3 سال قبل در فصل پاییز در مهر ماه، دختری از کردستان از شهر سقز برای ملاقات عمه‌اش یا خاله‌اش بکنم به شهر تهران رفت و به شما رفت. در برگشتن از تهران میخواست برگرده ولی گماشته شدگان نظام ولایت فقیه، همین شیعیان جنایتکار، به بهانه اینکه لباس این دختر به هر صورت اشکال دارد که اینطور هم نبود، این بیچاره رو با یک ضربه به سرش یا در داخل همون ماشینی که معروف به گشت ارشاده، هنگامی که میخواستن به بازداشتگاه ببرن در اونجا مورد ضرب و شتم قرار دادن و بالاخره راهی بیمارستان شد و در اونجا به کما رفت و کشته شد. درست. ببینید این جنایتکاران به خاطر پوشش یک دختر مظلوم او را کشتن. ولی از اون طرف فتوا میدن که صیغه جواز داره و صیغه خیلی هم ثواب داره. خلاصه صیغه نزد اینها واجبه و یکی از فرایض دینشون هست. صیغه چیه؟ صیغه همون زناییه که ما مسلمانان از اون منع شدیم و الله سبحانه و تعالی برای اینکه بتواند یک انسانی که یک غریزه به نام شهوت در درونش گذاشته شده رو ارضا بکنه، ما رو تشویق به ازدواج کرده. ازدواج چجور ازدواجی که دائمه، ازدواجی که با شروط خودش اجرا میشه. یعنی منی که مرد هستم میخوام از یک دختری به هر صورت خواستگاری بکنم، اونو باید با شروط یا با این شرط، یعنی که ازدواجم دائم باشه، یعنی تا زنده هستم من با این همسرم باشم و خیانت نکنم و خلاصه این شرط ازدواج. ولی من میخوام در اینجا یه موضوع دیگرم اشاره بکنم. ببینید این قیام ژینا در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی ملعون اتفاق افتاد. ابراهیم رئیسی رو چه کسی انتخاب کرد؟ متاسفانه اهل سنت ایران، علل خصوص در جنوب ایران. همین ابراهیم رئیسی جنایتکار در جریان قیام ژینا اذهان مردم رو متوجه جنوب ایران، علل خصوص سیستان و بلوچستان و علل خصوص شهر زاهدان کرد و رفت در مسجد مکی زاهدان به بهانه اینکه نکنه از اون جنوب ایران یک قیامی صورت بگیره، نمازگزاران مسجد مکی رو کشت
به ناحق هم کشت. ببینید چه کسی تشویق کرد که ابراهیم رئیسی که واقعا تمام دنیا میدونه و خود مردم ایران هم میدونن در سال 67 مرتکب اون جنایت جنگی شد و اون به هر صورت دستش به خون مردم ایران آلوده بود. یعنی اینکه واقعا این انسان اصلا لیاقت این رو نداشت که زنده باشه چه برسه رئیس جمهور بشه. ولی متاسفانه یک شخص ناآگاه جاهل و نه اینکه جاهل بلکه واقعا عامدانه و عمدن برای اینکه خودش در منصبی که دولت جنایتکار شیعی هم به او داده در منصب بماند، امام جمعه مسجد مکی زایدان مردم رو گمراه کرد، همونطور که برای روحانی گمراه کرد، همونطور که برای احمدی نژاد گمراه کرد، همونطور که برای رفسنجانی گمراه کرد. مردم رو گمراه کرد تا به این جنایتکار رأی بدن، مسلمانان علی الخصوص. حتی مولانا قدوس رو در شمال ایران نیست مجبور کرد به این جنایتکار رأی بده. خلاصه سرتون رو در نیارم، این جنایتکار رفت این جنایت رو مرتکب شد، این نمازگزاران رو کشت، مردم زیادی رو مجروح کرد، به هر صورت دچار نقص عضو شدن. الان هم خانواده هاشون به این وسیله‌ای که عزیزانشون از دست دادن و حتی نانآور خونه‌شون مصدوم شده، به هر صورت معلول شده، از نان و از روزی افتادن. ولی از یک طرف ما شاهدیم که بعد از 3 سال که این امام جمعه میخواست با خون این کشته شدگان معامله بکنه، بالاخره حالا تونست یا نتونست، ولی آخرش هم در یک شنبه گذشته یک جلسه تشکیل داد در مسجد مکی زایدان. یکی از کسانی که اخبار تهیه میکنه از حالوش، دقیق اسمش یادم نیست، اشاره کرد که این نشست هیچ ثمره‌ای نداشته و دیه‌ای که قرار بوده کشته شدگان واگذار بشه اصلا بیان نشده، یعنی به صورت رسمی مشخص نشده. ولی متاسفانه این امام جمعه در اون نشستی که بود به مردم دروغ گفت و گفت به مردم دیه پرداخت شده و حتی زمین هم واگذار شده. ببینید استاد انصاری، واقعا من خلاص مردم زاهدان رو کاری ندارم که این امام جمعه رو دوست دارن یا نه، ولی من که مسلمانم و از کشور ایران هستم، من خیلی برام سخته و تحملش مشکله که ببینم یک انسان در قالب یک مسلمان بخواد کاری بکنه که این طاغوتیان شیعه، این جنایتکاران همچنان در قدرت بمانن و حتی اگر جنایت میکنن بیاد و دست اونا رو به هر صورت فشار بده، اونا رو ببوسه. ببینید استاد انصاری، رژیم یهودیان که در این چند ماه اخیر به ایران تجاوز کرد، سران سپاه رو کشت. یعنی من خیلی خوشحال شدم از این مسئله. ولی همین امام جمعه زاهدان اومد بر منبر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اینا شهید شدن. اینا کی بودن سران سپاه؟ همین در دوروبر خامنه ای و همین ابراهیم رئیسی و رئیس جمهور کنونی نیست هستند و بودن و سبب این شدن که واقعا خون مسلمانان به ناحق ریخته بشه. اونا واقعا دینشون دستور میده که مسلمان کشی بکنن، ولی یک مسلمان خودفروخته میاد در لباس یک مؤمن و یک مسلمان واقعا اینا رو تشویق میکنه، میبوسه، دست در دستشون میذاره، در جلساتشون شرکت میکنه. بعد منی که مثلا میگم به عنوان یک مسلمان از این موضوع گلایه دارم، همین برادر من که مسلمان و نادی توحید است به من میگه منافق، به من میگه تو هم در جبهه خامنه ای هستی، میخوای شخصیت این رهبر جنوب رو خراب بکنی. واقعا ما کجای کار هستیم واقعا؟ ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیه 56 اشاره میکنه، میگه قبل از ایمانتون کفر به طاغوت داشته باشید. کجا امام جمعه مسجد مکی زایدان کفر به طاغوتش؟ مگر نه در منبر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت رهبر همه مردم ایران علی خامنه ای است و من حاضرم با مال حتی با جان اوامرش رو اطاعت بکنم. علی خامنه ای ولی امر امام جمعه مسجد مکی زاهدانه. این واقعا پشت طاغوت بسته. آیا واقعا این انسان ارزش داره در خانه های مردم چهرهش ظاهر بشه؟ این واقعا انسان ارزش این رو داره که سخنانش و این شبکه‌های توحیدی به خانه مردم ببرن؟ و وقتی که من گلایه میکنم طرفدارانش من رو منافق و سایبری میگن. نه، من تا زنده هستم به لطف الله سبحانه و تعالی همچین انسانهایی رو رسوا خواهم کرد. گرچه در این قضیه مردم غزه این امام جمعه مسجد مکی زایدان واقعا خودش رو رسوا کرده الحمدلله، چون اومد گفت این اسلام مسلمانان در غزه اسلام افراطی برای همین یهودیان آنها رو قتل عام میکنن. این مسلمانانی که وقتی که فرزندانشون
به دست این یهودیان جنایتکار شهید میشد، ان شاء الله به لطف الله میگفتن الحمدلله که الله سبحانه و تعالی اینا رو از ما پذیرفته. و بعد یک امام جمعه خودفروش میاد اینا رو توقیف میکنه، میگه اسلامتون نفرتیه. استاد من خیلی صحبت کردم. تشکر از شما. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستی در کامنت خواجه نصیر طوسی، البته اون خواجه نصیر طوسی رو که الله متعال در دنیا هم لعنتش کرده و در آخرت هم لعنتش بکنه، نوشته که جناب انصاری ناصبی پس چرا فرزندان حضرت یعقوب از پدرشان خواستند تا از خداوند برای آنها آمرزش بخواهد و حضرت یعقوب را واسطه بین خود و خدا قرار دادند؟ بعد دوباره تکرار کردم این سوالا، پس چرا در قرآن کریم فرزندان حضرت یعقوب که گناهکار بودند نزد حضرت یعقوب آمدند تا حضرت یعقوب شفیع آنها در نزد پروردگار باشد؟ یکی از صفات روافض حماقت است، صفت دیگر تلبیس است، صفت دیگر دروغگویی است. حماقت، تلبیس، دروغگویی، این سه صفت رو همیشه به یاد داشته باشید. حماقت و تلبیس و دروغگویی، اولا این نمیدونم کاش که عقل خرید میشد، آنلاین خرید دادم میفرستاد برای اینها. شفاعت چیز دیگری است، واسطه چیز دیگری است، استغفار چیز دیگری است. آنچه که فرزندان یعقوب از پدرشان خواستن استغفار بود، بخشیدن، طلب آمرزش کردن. یعنی یک کسی در مقابل یک انسانی یک عملی زشتی انجام میده، از او طلب بخشش میکنه، این رو برای میگن استغفار. مثلا ما گناه انجام میدیم، میگیم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو و اتوب الیه. بارالله من طلب آمرزش میکنم از ذات تو که تو زنده ای، پاینده ای، یک و یگانه ای، و توبه میکنم به درگاه تو. این استغفار است. شفاعت چیز دیگری است، واسطه چیز دیگری است. اما وقتی عقل نباشه، احمق که باشه، بعد اینا رو میاد خلط میکنه، شلغم شوربایی درست میکنه. بعد اکثر اینا آخوندن، مردم رو به خاطر همین که تشویق بکنن که برن به گنبد و بارگاه اینا پول بدن و خمس بدن و جیب مردم رو خالی بکنن و بعد دلیلی از قرآن داشته باشن، چیکار میکنن؟ این گونه تلبیس، دروغگویی، فریب دادن مردم. اما برمیگردیم به داستان داستان استغفار یعقوب علیه السلام برای فرزندانش. بعد از اون جریاناتی که در داستان یوسف رو دیگه بعد از سریال یوسف شاید همه شما عزیزان بلد باشید، واقعاتی که رخ داد. به پدرشون خیانت کردن، به او دروغ گفتن، او رو فریب دادن، سالهای سال در هجر یوسف رو اذیت کردن. الان این فرزندان گناهی رو مرتکب شدن در پیشگاه الله متعال. اولا گناه دیگری رو مرتکب شدن در پیشگاه یعقوب علیه السلام. و ما میدانیم که ما دو نوع حقوق داریم، یکی حقوق الله هست، یکی حقوق الناس هست. الله متعال حقوقش رو با چی میبخشه؟ با توبه میبخشه. توبه میکنی، گریه میکنی، زاری میکنی، نماز میخونی، ذکر میکنی، الله متعال وعده کرده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میبخشه. حق الناس میبخشه الله؟ نمیبخشه. حق الناس رو چطور شما میتونید که حلال بکنید؟ باید برید پیش کسی که به او ظلم کردید، از او طلب مغفرت بکنید، طلب آمرزش بکنید، طلب بخشش بکنید، یا به اصطلاح مردم حلالیت بطلبید. چون فرزندان یعقوب علیه السلام به پدرشون خیانت کرده بودن، امانت پدرشون رو خیانت کردن، دروغ گفتن و سالها رو اذیت کردن. بعد از اون که همه چیز آشکار شد، یوسف علیه السلام که واقعیت‌ها رو برای اینها آشکار کرد، آمدن پیش پدرشون. چی گفتن؟ دوستان عزیز نشون بدن اینجا. قالو، آمدن گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، برای ما استغفار بکن، ذنوبنا، گناهان ما را،
انا كنا خاطئین، ما اشتباه کردیم، ما خطاکار بودیم، ما گناهکار بودیم. آیا اینها پدرشان را شفیع قرار دادن پیش الله؟ نه. واسطه قرار دادن پیش الله؟ نه. اگر اونطوری بود خب میومدن میگفتن که بارالله ما به توسط پدرمان که یعقوب نبی است به تو متوسل میشویم، یا الهی ما شفیع بین خودمان و تو حضرت یعقوب را قرار دادیم. نه، چون اینا به پدرشون خیانت کرده بودن. حقوق ناس در اینجا هست، حق مردم هست، یعنی حق پدرشون هست. اگر پدرشون اونا رو نبخشه الله متعال نمیبخشه. به خاطر آمدن پیش پدرشون که این استغفار هم از گناهشون که در مقابل پدرشون انجام داده بودن، همین که پدرشون از الله برایشون طلب چی بکنه؟ طلب مغفرت بکنه، چون یعقوب علیه السلام پیامبر بود. بعد ببینید که اینها این رو برای شفاعت و واسطه‌ای که خودشون، شفاعت و واسطه کفری که در مقابل ائمه اهل بیت انجام میدهند و مردم رو به سوی آن تشویق میکنند، دلیل لایت چسبکشون از قرآن ببینید که چی است. والله جدی دارم میگم، اگر عقل فروشی می بود یک کمی برای اینها میفرستادیم تا استفاده میکردن. خب دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه میبینیم، بعد از من دوباره خدمت شما عزیزان برمیگردم. با ما همراه باشید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة
في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. بله بله. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه با شما عزیزان خواهیم بود و تماس با برنامه از طریق واتساپ و تماس مستقیم با شماره‌ای که عزیزان ما زیرنویس خواهند کرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد عزیز گرامی خوب هستین انشالله؟ الحمدلله، زنده باشید، سلامت باشید. بخیر و سلامت باشین جناب استاد. ما یکی از علاقمندایتان از کابل افغانستان و تماس گرفتیم. سلامت باشید، الله متعال حفظتون. بخیر باشین جناب استاد. اولا خود بسیار زیاد سپاسگزاری میکنم از خدای متعال که به خودش و ما یک استاد گرامی مثل شما را راهنمایی کرد تا که ما را به طرف روشنی داشته باشه. جناب استاد، ما یک سوال داشتم، قسمی که یکی از دوستای ما یعنی از نزدیکای ما هستن که اونا در دعای خود یا رسول الله میگن و ما چند بار برشان گفتم که از جمله شرک است و خدای نخواسته یک مسئله خطرناک است و ما مانعشان شدم گرچه یک نسبتا عالم دین هم هستن، یعنی ترجمه قرآن کریم تدریس میکنن، اما بازم متاسفانه کلمات استفاده میکنن و پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر میدانن دیگه و میگن که ما پیامبر صلی الله علیه و سلم شفیع خود قرار میدم، در حالی که ما دلایل را برش آوردم از قرآن کریم اما اونا قبول نمیکنن. خواستم اونا یگان دفعه برنامه شما را میبینن، خواستم که شما هم برش یک نصیحت داشته باشین تا گپ شما را گوش بکنه، گپ مرا خود گوش نمیکنه، شما یک نصیحت برش داشته باشین. چشم، حتما در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. بخیر سلامت باشین. زنده باشید، الله متعال حفظتون کنه. بخیر باشین. سلامت باشید.
جالب است، یعنی یک عالم دین، انسانی که با قرآن کریم آشنا باشه، تفسیر قرآن کریم رو بکنه، چطور این آیات الله سبحانه و تعالی از زیر نظر او گذشته باشه و این عزیز ما از این آیات درس نگرفته باشه. من حقیقتش اینا رو در یک فایل جمع کرده بودم، بارها این رو در برنامه زنده خدمت شما عزیزان نشون دادم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در آیات متعدد از کلمه من دون الله ذکر میکنه یا من دونهی. من دون الله هر چیزی که پایین تر از الله باشه. اگر کسی بیاد بگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر الله هست، این کفر آشکار است. بگه بالاتر از الله هست، والعیاذ بالله، کفر آشکار است. پس رسول الله هم من دون الله هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم من دون الله باشه، همه انسان‌های دیگه، صحابه، اهل بیت، تابعین، اولیا، همه اینها، انبیا، همه من دون الله هستن. هیچ کس برابر الله نیست و هیچ کس بالاتر از الله نیست. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هیچ کس همپایه و همتراز الله سبحانه و تعالی نیست. در سوره فاتحه‌ای که در هر رکعت نماز ما میخوانیم چی میگیم؟ مالک یوم الدین. مالک یعنی چی؟ پادشاه. در قرآن لمن الملک اليوم، یه امروز پادشاهی از آن کیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. الان کسی که بگه یا رسول الله یا علی یا فاطمه یا حسن یا عبدالقادر جیلانی یا فلان، این غیر از خدا رو خواسته یا نخواسته؟ جواب رو خودشون بدن. اگر غیر از الله رو خواسته، به این که کمکش بکنه، یاریش بکنه، دستش رو بگیره، به او سودی برسانه، پس معنی ایاک نستعین چی میشه؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما چی میگه؟ اول میاد در این آیه خیلی جالب بیان میکنه، یولج اللیل فی النهار، شب را در روز در میآورد، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب، و سخر الشمس و القمر، ماه و خورشید را مسخر کرده، کل یجری لاجل، کل همه اینها برای یک مدت معینی در حرکتن. ذلکم الله. این صفات را بیان میکنه. ببینید اینها آیات که به اصطلاح آیات کونی ما بهش میگیم، آیاتی است که در مورد کل نظام آفرینش داره صحبت میکنه. تنها در مورد زمین صحبت نمیکنه، کل نظام آفرینش. یعنی میگه قدرت الله متعال همه اینها رو در بر گرفته. ذالکم الله، این است الله. الان یعنی چی میخواد بگه الله متعال؟ میگه این الله هست با این قدرتش. کسی دیگری هست مثلش؟ کسی دیگری هست مانندش؟ له الملک، پادشاهی از آن اوست، مالکیت از آن اوست. شما مثلا در کشور یک پادشاهی هست، کسی جرأت میکنه، ولله مثل الاعلی، کسی جرأت میکنه بره بگه که خب شما پادشاه همه این کشور هستید، منتها یک دو سه روستایی است که در اونجا برای خودشون یک پادشاه خاصی دارن. نه، امروز لشکر میکشه همه رو لطو پار میکنه. له الملک، مالکیت مطلق از آن اوست. والذین تدعون من دونه، کسانی که غیر از الله، پایین تر از الله، کسانی دیگری را میخوانند. ما یملکون من قطمیر، اونهایی که شما میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. من در یک برنامه عکسش هم آوردم نشون دادم. خرما رو میخوریم، هستهش رو میکاریم،
یک پوست نازکی بین خرما و بین هسته است. عادتا روی هسته میمانه. وقتی خرما رو شما میخورید این پوست نازک روی هسته میمانه. یک کمی اگر خیس بکنید یا خشک شود این هسته خرما، این پوست نازک جدا میشه. این پوست نه فایده ای داره، نه خورده میشه، نه کشت میشه. الله متعال یک چیز خیلی بی ارزشی رو برای شما مثال میزنه. تنها فایدهش میدونید چی است؟ که این خرما نچسبه به هسته، خیلی راحت باز بشه. فقط این فایدهش همین است. میگه کسانی که من دون الله میخوانید مالک همین پوست نازک هسته خرما هم نیستن. نیستن. آخه خدا میگه نیستن. بعد یکی پیدا میشه میگه یا رسول الله، رسول الله به من کمک میکنه. دلیل از کجا میاری؟ بعضی چی میگن؟ نه، رسول الله فرق میکنه با بقیه. رسول الله میشنوه، امام حسین میشنوه، امام رضا میشنوه، امام علی میشنوه، فاطمه زهرا میشنوه، زینب کبرا میشنوه. خب الله متعال به اینا چی میگه؟ اوکی، موقتاً برای 1 ثانیه حرف شما را قبول میکنیم که اینها میشنون. متصل آیه 13 رو تلاوت کردم، آیه 14 ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر شما آنها را بخوانید دعای شما را نمیشنوند، خواستن شما را نمیشنوند. 100 بار بگو یا زهرا نمیشنوه. بابا نمیشنوه. الله میگه نمیشنوه. حالا شما میگید میشنوند. ولو سمعوا، به فرض محال که بشنوند، حالا شنیدند. الله متعال میگه حالا صدای شما را شنیدن. همینایی که شما میگید ادعا میکنید صدای شما را میشنوند، دعای شما را میشنوند، خواسته های شما را میشنوند. ولو سمعوا، ولو شنیدن، ما استجابوا لكم، اجابت نمیتونن بکنن. چرا؟ میگه ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید که من اجابت میکنم. اونها نمیتوانن اجابت بکنن. بعد چی میگن؟ این آیاتی رو که این انصاری ناصبی و این وهابی ها اینا میخونن، این همه آیاتی است که در شأن بت‌ها نازل شده. مگر بت‌ها میشنون؟ که الله متعال میگه ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بشنون شما رو جواب داده نمیتوانن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و این شرک شما را در روز قیامت انکار میکنن. چون اونا انسانهای مؤمن هستن، انسانهای صالح هستن، پیامبران هستن، بزرگان هستن. پیشگاه یا الله میگه ما اعلان بیزاری میکنیم از این کفر اینها. این شرک از کفر است. ما نگفته بودیم که اینا رو بگن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت شرک شما رو چی میکنن؟ در پیشگاه الله سبحانه و تعالی انکار میکنن. چی میگن؟ نه، ما اینها رو نمیپرستیم، ما اینها رو از اینها چیزی مستقیم هم نمیخوایم، ما فقط اینها رو واسطه بین خودمون و الله متعال قرار میدیم که ما بنده گناهکاریم و نمیتونیم مستقیما از الله بخوایم و اینها رو شفیع و واسطه قرار میدیم. خب فرق بین کسی که این حرف رو بزنه و بین ابو جهل و ابو لهب چی است؟ وقتی به ابو جهل و ابو لهب میگفتن چرا بت‌ها رو میپرستین، و اون بت‌هایی هم که میپرستیدن فکر نکنید که یک چیزایی بود که از سنگ و چوب ساخته بودن و هیچ اصل و اساسی نداشت. اون بت‌ها در حقیقت تصاویر انسان‌های صالحی بود که بالا پیامبر بودن، ولی بودن، انسان‌های صالحی بود، در اقوام گذشته بودن. اونها رو شکلشون رو ساخته بودن به شکل بت. میگفتن این سنگ و چوب رو ما نمیپرستیم، اون بزرگ‌ها رو ما شفیع و واسطه بین خودمون و الله قرار میدیم. الله متعال در سوره زمر آیه 3 میفرماید الا لله دین الخالص، مگر این نیست که دین خالص فقط برای الله متعال است. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که غیر از الله اولیای دیگری رو برای خودشان قرار دادن، چه میگویند؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو که عبادت نمی کنیم، اینها وسیله رسیدن ما به الله هستند. وسیله رسیدن ما به الله هستند. خب این عقیده ابو جهل و ابو لهب با عقیده مسلمانی که بگه که ما اینها رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم چه فرق میکنه؟ در سوره یونس آیه 18 میفرماد که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و میپرستند من دون الله
چیزایی رو که نه ضرر میرسانه به آنها و نه به اونها نفع میرسانه. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن اینا شفیعان ما در نزد الله هستن. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه و تعالی اما یشرکون. گوش خدا رو شما میخواید خبر بدید، به الله یک چیزی رو میخواید بفهمانید که در آسمان ها و زمین ها وجود نداره؟ پاک است الله از این شرکی که شما برای او قائل هستین. بعضیا چی میگه؟ اینجا گفته یعبدون من دون الله، عبادت میکنن. دعا عبادت است. الدعاء مخ العبادت، دعا مغز عبادت است. دعا عین عبادت است. دعا رو برای الله قرار دادی عبادت است، برای غیر الله قرار دادی شرک است. یا رسول الله گفتن دعا هست، اگر دعا است تو رو برای غیر الله اختصاص دادی، این شرک است. الله متعال میفرماید که الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا تو نمیدانی که مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله است؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و غیر از الله شما هیچ سرپرست و یاری رسانی ندارید. نه رسول الله، نه اهل بیت، نه صحابه، نه اولیاء، نه پیرا، هیچ کسی من دون الله نمیتوانند که ولی و سرپرست و یاری رسان ما باشند. توحید یعنی این. اما کسانی که بعضیا به خاطر جهالت، بعضیا به خاطر بازار گرم خودشون، چون بازار شرک یک بازار بسیار پر زرق و برق و پر منفعتی است. امروز اگر آخوندای مثلا شیعه در ایران موحد بشن، مجبورن که برن در کارخانه کار بکنن، مجبورن که برن دست فروشی بکنن، مجبورن که برن، چون که وظیفه دیگری اینا بلد نیستن. تنها کاری که بلد هستن دین فروشی برای مردم. و دین فروشی چطور؟ و به خاطر همین ببینید در جوامعی که جهل زیاد است، در جوامعی که خرافات زیاد است، دین وجود نداره، در اون جوامع مردم بیشتر به این گنبد و بارگاه ها و اینها اعتقاد دارن. در جامعه‌ای که جهل باشه، حتی دین نباشه، علم باشه، مردم به طرف این چیزا نمیرن. مثلا الان در اروپا و آمریکا مردم بیمار میشن، مگه میرن زیارتگاه؟ نسبت مرگ و میرشان هم کم است، نسبت امراضشون هم کم است. اما در ایران شرک زده و خرافات زده مرگ و میرم زیاد است، امراض و نمیدونم بدبختی مردم هم زیاد است و بیشترین مراجعه کننده ها به قبرستان ها و به زیارتگاه ها و خواستن از مرده ها و از سنگ ها و چوب ها کیا هستن؟ مردم ایران. چرا؟ جهل دینی. بابا پیامبر آمد که همین واسطه و واسطه بازی رو از بین ببره، وگرنه ایمان ابو جهل ایمانش، باور کنید، از ایمان خیلی از مسلمان های امروز بیشتر بود. من براتون آیه دلیل بیارم. در اینجا ببینید صفات مشرکین رو داره الله متعال بیان میکنه در سوره عنکبوت آیه 60.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولون الله. اگر از این مشرکین بپرسی، از ابو جهل و ابو لهب، آسمان ها و زمین رو کی خلق کرده؟ مهتاب و خورشید رو کی مسخر کرده؟ لیقولون الله، میگفتن الله. از آخوند بپرسی اینا رو کی خلق کرده؟ میگه علی ابن ابی طالب خلق کرده. ندیدید کلیپاشونو؟ اختیار آفتاب و مهتاب در دست کیست؟ میگه در دست علی ابن ابی طالب. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها. اگر از اونا بپرسی، از ابو جهل و ابو لهب، از آسمان کی آب رو نازل میکنه که زمین رو زنده میکنه؟ به شما از این زمین که زنده میشه رزق و روزی میده. میگفتن لیقولون الله، میگفتن فقط الله. تعجب میکنید؟ والله ابو جهل و ابو لهب و در اون موقع مغیره و عتبه و شیبه، سران مشرکینه که پیامبر اونها رو گردناشون رو زد در بدر و در احد، همین اعتقادشون بود. آیا این اعتقاد از خیلی از مسلمانان امروزی بهتر نبود؟ آیه بعدی در همین سوره عنکبوت، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که اون امین ابو جهل و ابو لهب و اینها سران مشرکین کشتی سوار می شدن، میگفتن ببینید الان دیگه نه بت به دردمون میخوره، نه لات، نه منات، نه عزا. چیکار کنیم؟ الان فقط الله رو بخوانید، چون الان دیگه در وسط دریا هستیم، بت به دردمون نمیخوره. چنان موحد میشدن که نگو. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. بعد از اینکه می اومدن پیاده میشدن در ساحل جده، بعد میگشتن به مکه، دوباره با مشرکشون ادامه میدادن. برعکس مسلمان های امروز مثلا اونها در وقت شدت به الله واحد و یگانه رجوع میکردن، در وقت رخا و آسایش به بت‌هاشون میرفتن میرسیدن. امروز مسلمان ها برعکس اونها هستن، یعنی بدتر از اونها شده وضعیت ما. در وقت سختی و مشکلات به بارگاه و گنبد و زیارت میرن، مراجعه میکنن، به مرده ها زیارت میکنن. در وقت آسایش و راحتی به الله، اونم اگر یادشون بیاد. دوستان عزیز، پس با این ایمانی که اینها داشتن به الله یگانه، مشکلشان در کجا بود؟ مشکلشون این بود که میگفتن این بت‌ها واسطه بین ما و الله هستند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. به مجرد شرک آوردن به الله تمام شد. ان الله لن یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه و تعالی شرک رو نمیبخشه. شرک به الله آوردی نمیبخشه. نماز بخوان، روزه بگیر، حج بکن، همه زندگیت مثلا 80 سال عمر کردی، هیچ شب نماز تهجد تو ترک نکن. به مجرد اینکه شرک آوردی، همه این اعمالی که انجام دادی هباء منثورا. یعنی چی؟ مثل گرد و غبار پراکنده در آسمان. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فرستاد تا همین واسطه و واسطه بازی رو از بین ببره. اما در مورد این که آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر و ناظر هست، اگر ما اعتقاد به این داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حاضر و ناظر است، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از امور غیبی آگاه است. پس الان رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک زندگی آرام و آسایش و بهشت بری نیست. 24 ساعت در بین ما با مشکلات ما سر و کار داره. آیا این توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست؟ وانگهی یک موضوع خیلی مهمی رو که خدمت شما عزیزان میخوام در اینجا بیان بکنم
آن این است که الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که اینک میتون، تو میمیری. حاضر و ناظر بودن به معنی این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نکردن، زنده هستند. و این اعتقاد مخالف با قرآن کریم است، مخالف با ایمان است، مخالف با توحید است، مخالف با سنت است. و کسانی که همچین اعتقادی دارن هیچ دلیلی از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این گفته خودشون ندارن غیر از اقوال دروغ و مکذوبی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده یا تلبیس. برداشت غلط از آیات الهی. مشکل ما این است، من وقتی که بارها میگم به عزیزان ما که ما متاسفانه به قرآن خیانت میکنیم. قرآن در زندگی ما نیست. این همه آیات توحیدی از اول قرآن که شروع بکنید شما تا آخر قرآن همش توحید است. هیچ آیه‌ای، هیچ صفحه‌ای، هیچ جزئی، هیچ سوره‌ای از دروس توحیدی خالی نیست. اما من نمیدونم که ما قرآن رو برای چی میخوانیم. قرآن منهج زندگی است، راه و روش زندگی است. من یک آیه‌ای است این رو خدمت شما دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. پس تو ای پیامبر برای تو راه و روش و شریعتی رو ما انتخاب کردیم. یک راه روشن، یک دین، یک شریعتی رو برای تو انتخاب کردیم و قرار دادیم. پس از آن پیروی کن و از هوا و هوس‌های کسانی که نمیدانند پیروی نکن. الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با قرآن کریم برای ما شریعت رو فرستاد تا این قرآن در زندگی ما پیاده بشه. متاسفانه این قرآن در طول زندگی ما نه اجرا میشه، نه عمل میشه، نه بهش توجه میشه. نزدیک مرگ ما که شد بالای سر ما قرآن میخوانن. بابا جان قرآن برای پایان زندگی نیست، قرآن برای آغاز زندگی است. قرآن برای زندگی کردن است. علی ایزدبگویچ رئیس جمهور بوسنی بعد از پایان جنگ یک حرف جالبی در کتابش میگه مسلمان ها به قرآن کریم به عنوان یک شی مقدس اعتقاد دارن، نه کتاب و منهج و روش زندگی. واقعا این حرفش خیلی حرف زیبایی است. مثلا اگر امروز یک قرآنی رو یک آمریکایی، یک مرتد مثلا ایرانی، افغانی، تاجیک یا هر کسی دیگری در گوشه ای از دنیا آتیش بزنه، مثلا قرآن رو در قندار در توالت انداختن، در بگرام آتیش زدن، همه خیابان‌های پاکستان و افغانستان مردم ریختن، آی قرآن رو آتیش زدن، مرگ به فلان، مرگ به فلان. کار خوبی است، کار بدی نیست که ما در مقابل کتاب الله غیرت داشته باشیم. اما ما بدتر از کاری که اونا کردن انجام میدیم، اما برای خودمون تظاهرات نمی کنیم. کاری که ما انجام میدیم بدتر از کاری است که اونا انجام میدن. اونا اگر قرآن رو آتیش میزنن به قرآن اعتقاد ندارن. ما به همین قرآن اعتقاد داریم، ایمان داریم، قبولش داریم، اما در زندگی ما 1% هم پیاده نمیشه. اوامرش رو زیر پا میگذاریم. میگه دروغ نگو، دروغ میگیم. میگه شراب نخور، شراب میخوریم. میگه که خیانت نکن، خیانت میکنیم. میگه غیر از الله چیزی رو نخوا، ما میخوانیم. این قرآن در زندگی ما پیاده نمیشه. اوامر و نواهی این قرآن رو ما اصلا بهش اعتنا نمی کنیم. فرق بین من که این گونه با قرآن برخورد میکنم و با اون که قرآن رو آتیش میزنه چی است؟ آیا جرم من بدتر نیست؟
الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ جایی از آتش زدن قرآن، از پاره کردن قرآن شکایت نکردند. اما از کسانی که به قرآن به عنوان یک روش و راه و قانون و دستور و منهج زندگی بهش عمل نکردن، از اونها شکایت کردن. دوستان عزیز این رو نشون بدید. و قال الرسول یا ربی، و پیامبر درد دلشو به الله میگه، داد میزنه، میگه یا ربی این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوم من، امت من این قرآن رو رها کردن. هجر یعنی چی؟ میگیم مهاجر شد، یعنی از وطنش دور شد. وقتی که میگه که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو از خودشون دور کردن، از این قرآن دور شدن. میگه از وطنش مهاجر شد، از خانهش رو محجور قرار داد. یعنی چی؟ یعنی دیگه به خانهش رفت آمد نمیکنه. پیامبر به الله شکایت میکنه، شکایت از کسی که قرآن رو آتش زده نمیکنه، شکایت از کسی که قرآن رو به توالت انداخته نمیکنه، شکایت از کسی میکنه، از امتی میکنه که این قرآن رو محجور قرار دادن، در زندگیشون بهش عمل نمیکنن. این قرآن رو کی ما ازش استفاده میکنیم؟ کسی اگر مرد، حالا 4 تا قاری رو بیارید که سر مرده ما چلیاسین بخوانن، فکر میکنن که با این کارشون میره وارد بهشت میشه. در تعلیم ما قرآن نیست، در اخلاق ما قرآن نیست، در سیاست ما قرآن نیست، در زندگی ما قرآن نیست، در عقیده ما قرآن نیست، در رفتار ما، کردار ما. قرآن در کجاست برای ما؟ شب رمضان که شد، والله در رمضان 3 تا ختم کردیم، 4 تا ختم کردیم. چه فهمیدی از این قرآنی که تو ختم کردی؟ عمل کردی به آیاتش در زندگی خودت؟ نه. طرف که مرد در طول زندگی شراب و کباب و فسق و فجور و بداخلاقی و بیدینیش زبان زده خواستم، بعد از اینکه مرد 40 تا قاری رو بیار که 40 تا ختم بکنه براش. والله اون ختم به کمر اون مردم میزنه، به کمر تو هم میزنه که پولتو در این راه خرج میکنی. و به کمر اون قرآن فروشایی که میان اونجا قرآن میخوانن و در مقابلش پول میگیرن. این قرآن منشور زندگی است، این قرآن دستور زندگی است، این قرآن برای این است که زندگی ما رو خوب بکنه. اما تا لحظه مرگ این قرآن هیچ تأثیری در زندگی ما نداره. تأثیر قرآن بنابر اعتقاد ما بعد از مرگ شروع میشه. وقت جان کندن قرآن بخوان، در قبر ماندن قرآن بخوان، سر قبرش قرآن بخوان، بعد از اینکه خانه آمدی تا 3 روز 4 روز تا 10 روز قرآن بخوان، روز 40ش قرآن بخوان، سالگردش قرآن بخوان. یعنی چی؟ از یک کتاب زنده درست کردیم کتاب مرده ها. و جای بسیار تأسف است که یک نفری تفسیر قرآن درس بده، قرآن درس بده برای مردم و خودش به اعمالی مبتلا باشه که در او شرک است. پس اینو میرسونه که این قرآن رو با دقت نخواندیم، با تفکر نخواندیم، با تدبر نخواندیم، توجه نکردیم به این قرآن. اون اگر با آتش زدن به قرآن توهین میکنه، ما با نافرمانی به قرآن توهین میکنیم. اوامر قرآن زیر پا میشه، هیچ کس از خودش هیچ حرکتی نشان نمیده، اما قرآن آتش زده میشه، همه میخیزن در خیابان ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه پرسید آیا مؤمن زنا میکنه؟ گفت بله. آیا مؤمن فلان عملی رو انجام میده؟ بله. آیا فلان عملی رو انجام میده؟ بله. آیا مؤمن دروغ میگه؟ فرمودن نه، مؤمن دروغ نمیگه. امروز چند درصد از مسلمان ها دروغ نمیگند؟ خیانت نمی کنن. سبب چیه؟ سبب چون قرآن در زندگی ما پیاده نمیشه. بالای سر عروس و داماد قرآن میگذاریم، تاقچه بالای خونه قرآن میگذاریم، رو داشبورد ماشین قرآن میگذاریم، گردنبند آیت الکرسی نصب میکنیم. ما خودمون قرآن رو دفن کردیم، ما خودمون قرآن رو نابود کردیم، ما خودمون قرآن رو کشتیم. پس حق داره پیامبر شکایت بکنه. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حافظ قرآن داریم، حافظ 30 جز قرآن رو در سینه خودش حفظ داره، اما از همین قاری هم الله متعال در پیشگاه الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه که
این حافظ قرآن رو محجور قرار داده، چون که در زندگیش این قرآن هیچ تأثیری نداره. فرق قاری که این قرآن در زندگیش تأثیر نداشته باشه، حفظ قرآن بکنه یا حفظ کتاب داروین بکنه، چه فرقی میکنه؟ یک کتاب الحاد و شرک و کفر رو حفظ بکنه با قرآنی که حفظ بکنه و با او عمل نکنه، چه تأثیری داره در زندگی این شخص؟ چه نفعی داره این قرآن براش؟ پس ما مشکل من همین است که قرآن را میخوانیم، حتی تفسیرم میکنن، حتی درسم میدن، اما در عمل به قرآن صفر. چون که تفکر در قرآن نیست، تدبر در قرآن نیست، اجرای عملی آیات قرآن در زندگی نیست. صحابه نمی رفتن در ظرف 2 سال قرآن را ختم بکنن. صحابه می رفتن یک آیه را از پیامبر یاد می گرفتن، بعد می آمدن اون رو حفظ می کردن، در زندگیشون اجرا می کردن، بعد از اون می رفتن آیه دیگری رو حفظ می کردن. اما نه، ما 30 جزء قرآن رو حفظ می کنیم، به چند آیه عمل می کنیم در زندگی. الله اعلم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه‌تان را به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبل